پسر ابو قحافه! آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ حقیقتاً که سخن ناروا و عجیبی آورده ای. من آن را حق خود می‌دانم. من از رسول الله شنیدم که پیامبران از خود ارث به جا نمی‌گذارند. مگر خداوند نفرموده که زکریا از خداوند درخواست ورثه یا فرزند کرد که مال و اموال و هم علم و نبوت را به ارث ببرد؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب. فرزندی به من عطا کن که از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد. شاهدت کیست؟ تو را به خدا سوگند می دهم. آیا گواهی می دهی که رسول خدا درباره ایمن فرمود که او زنی از اهل بهشت است؟ آری، گواهی می دهم. شهادت می دهم که رسول الله فدک را به فاطمه بخشید آنگاه که آیه حق خویشاوندان را بده نازل شد. اگر چیزی در دست یک مسلمان باشد و من ادعا کنم مال من است، از کدام یک شاهد می خواهی؟ اگر چیزی در دست یک مسلمان باشد و تو ادعا کنی که متعلق به توست، من از تو شاهد می‌خواهم. پس چرا از فاطمه شاهد می‌خواهی در حالی که او از زمان پیامبر مالک بوده و مسلمانان مدعیان؟ دست بردار، ما با تو بحث نمی‌کنیم. شاهد بیاورید و یا فدک مال هم است. ای ابوبکر، آیا قرآن خوانده‌ای؟ آری. آیا آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا درباره ما نازل شده یا دیگران؟ قطعاً درباره شما نازل شده است. اگر جمعی شهادت دهند که فاطمه مرتکب اشتباهی گردیده، چه می‌کنی؟ حد جاری می‌کنم. آیا در میان ما به غیر از آنچه خدا نازل کرده حکم می‌کنی؟ آیا گواهی خدا بر پاکی ما آیه تطهیر را تکذیب می‌کنی و گواهی اعراب را می‌پذیری؟ در این صورت نزد خدا از کافران هستی و فدک را غصب نمودی و آن را فیع دانستی، در حالی که پیامبر فرمود البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. دلیل بر مدعی، سوگند بر منکر. تو عکس آن عمل کردی و از فاطمه که مالک بود شاهد خواستی. از کدام منبع میخوایی به مردم انفاق کنی در حالی که عرب علیه تو قیام کردند؟ حرف این و سینماتیک درست کن. این حق فاطمه و اهل بیت است. هر گونه تصرف بدون رعایت آن مخالفت با دستور خدا و پیامبر است. به خدا علی راست میگوید. آیه حق با علی است. به خدا سوگند، ابوبکر خلافت را چون پیراهن به تن کرد در حالی که میداند جایگاه من نسبت به آن مانند جایگاه محور آسیاب است.